ساکت. آروم بشین. همیزه نکش. صاف بشین. صاف بشین. سلفه زوری میکنی چیکار؟ ساکت. داره نمیخوانونی؟ خیلی خوب. نکنی کارو. برپا. بفرمایید. خب دانش آموزا آقای احمدی معلم جدید ادبیات فارسی دستور املا انشا، امیدوارم که حد اکثر استفاده را از محضر ایشون بفرمایید و ایشون هم از دست شما و کلاس راضی باشن ان شاء الله. متشکرم. خیلی ممنون. بفرمایید.